بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و سلام خدمت شما بینندگان گرامی. آیا در قرآن در رابطه با مهاجرت و هجرت چیزی اومده است یا نه؟ بله، چندین آیه در رابطه با مهاجرت در سوره نساء ذکر شده است. آیه اول آیه 97 سوره مبارکه نساء است که می‌فرماید ان الذين توفاهم الملائکه ظالم انفسهم. وقتی ملائکه ها میاد جان انسان ها را میگیره، ازش سوال میکنه چرا به خودت ظلم کردی؟ میگن ما کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم در روی زمین، ما در جای زندگی میکردیم که به ما ظلم میشد، تحت سلطه بودیم، نمیتونستیم کاری بکنیم. این بهانه را میاره. اونا میگن در جوابش میگن که قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. آیا زمین خداوند گسترده نشده بود که مهاجرت میکردین، میرفتین خودتون را از زیر سلطه خلاص میکردین و جای دیگر میرفتین؟ این آیه چندین نکته را برای ما متذکر میشه. اول این که زمین خداوند گسترده شده، شما در جایی که براتون ظلم میشه نمیتونی ایمان خود را حفظ کنی، خانواده خود را حفظ کنی، آبروی خود را حفظ بکنی، لازم نیست حتما به اسم وطن در اونجا بمانی و تا آخر عمر زیر سلطه باشی. باید بری، باید مثلا مهاجرت بکنی و این مهاجرت از نظر خداوند ممدوح هست و خوب هست، مذموم نیست. ولو که از نظر بعضی ناسیونالیست ها و اونهایی که به احکام الهی پایبند نیستن بلکه به احکامی به مرزبندی های انگلیس پایبند هستند اهمیت داره، شاید مذموم باشه، ولی از نگاه خداوند این مهاجرت مذموم نیست بلکه ممدوح است برای حفظ ایمان، برای حفظ دین، برای حفظ جان، برای حفظ آبرو و برای پیشرفت و ترقی. گاهی این هجرت فیزیکی است، انسان جانش را باید بکشد از جایی به جای دیگر، و گاهی این هجرت معنوی است. از جهل و نادانی انسان به سوی روشنایی و دانایی باید هجرت بکنه. انشاءالله هممون پایبندی به شرعیات و احکام الهی باشیم و در ادامه آیات بعدی را انشاءالله در کلیپ های بعد خدمتتون بیان خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آله.